دوست می‌داری هیچ مهم نیست. همه ما و شما دعوای دوستاری خدا داریم. من هم میگم خدا را دوست می‌دارم، شما هم میگم خدا را دوست می‌دارم، یهودی هم میگه من خدا را دوست می‌دارم، نصرانی هم میگه من خدا را دوست می‌دارم، کافر هم میگه من خدا را دوست می‌دارم. لیکن مهم و اساس این است که خدا کی را دوست می‌دارد. خدا کی را دوست می‌دارد؟ پیغمبر در این حدیث میگه که این نفر خدا دوست می‌دارد. هر داشو مردم از جا خواستن طهارت کردن، نماز بامداد خوندن. بعد از نماز بامداد باید پیامبر معین کنه که همین نفری که خدا دوستش می‌داره این هم خدا را دوست می‌داره، این نفر کیست. تمامی صحابه های پیامبر مانند که شما نشسته هستید همگی نشسته بودن. پیامبر نماز بامداد خواندن، تمام کردن، رو به سوی مردم گردانیدن. گفتن این علی، گفتن علی ابن ابی طالب. علی، حضرت علی رضی الله عنه فرزند ابو طالب، بچه عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم، پدر حسن و حسین جوانای بهشت، شوهر فاطمه زهرا جگرگوشه پیامبر صلی الله علیه و سلم کجاست؟ گفتند که حضرت علی بیماری در چشم شده است، در خیمه خواب است، در نماز حضور ندارد. شاید بعضی صحابه ها پرسان شدن که حضرت علی نیست، بیرق در دست دیگر نفر می‌دهد. اما پیامبر گفت بریم حضرت علی را بیاریم. دو نفر رفتن حضرت علی را آوردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آب دهان مبارکشان کوب کردن، در چشم حضرت علی شکیدن. همون لحظه چشم حضرت علی تبابت یافت، خوب شد. حضرت علی میگه حتی از پیشینش و دیگه چشم بیناییش خوبتر و بهتر شد. بعد از اون بیرق در دست حضرت علی دادن. حضرت علی جوان بود، با غیرت بود، با ناموس بود، با ننگ بود، انسان خیرخواه بود. مانند امروزه جوانهای ما نبود بی نماز باشه، بی ننگ باشه، بی غیرت باشه. دیگه وقتی حضرت علی را گفت، حضرت علی گفت یا رسول الله اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. گفت ای حبیب خدا، این بیرق قبول گیرم، بر علیه دشمنان دین اسلام کافرها بجنگم تا این که اونها مثل ما مسلمان باشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا علی علی رزقی، گفت ای علی صبر کن. لئن بعد از آن حضرت علی را چندین تعلیم ها داد. گفت ای علی وقتی که تو با مردم روبرو میشوی در خود با اونها جنگ شروع نکن، با موی سفیدان اونها خوردار نشه، زنهای اونها را اسیر نگیر، کسایی که میگریزن اونها را دنبالگیر نکن، درختای اونها را خراب نکن، معبدها و عبادتگاههای اونها را ویران نکن. تنها با کسی بجنگی در میدان جنگ همراه تو میجنگد. دیگر این که علی گفت یک چیز را به نظر بگیر، در فکرت خوب در ذهنت حفظ کن. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. گفت اگر خدا سبب کند، خدا ترا موفق کند یک نفر با سبب صحبت تو، با سبب اخلاق تو، با سبب گفتار تو، با سبب دعوت تو، با سبب گویا معامله و معاشرت نصیحت تو یک نفر راه راست بیابد، هدایت شود، نماز خوان شود، قسم به عظمتی و بزرگی پروردگاری برای تو بهتر است از دنیا و آن چیزی که در دنیاست. برای تو بهتر است از آنی که افتاد می‌براید و مردم خوشحال می‌شوند. برای تو بهتر است از شتران سرخموی. شتران سرخموی امروز در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مرکز همین شترهای سرخمو بود. امروز یک برادر قصه کرد بود در عربستان سعودی همین شتر سرخمو را 40 میلیون دلار خریدن. یا تایید از اون شاهد دادن 60 میلیون دلار به یک نفر خرید. این پیامبر گفت اگر تو سبب شد یک نفر هدایت بیابد، قسم به عظمتی پروردگار که از همین 60 میلیون دلار برای تو بهتر است، برای تو اجر ثواب و عظیم‌تر است، برای تو خوبتر است در نزد خدا اگر تو سبب هدایت یک نفر شوی. لیکن امروز الحمدلله هممون شرایط داره، چشم بینو داره،
گوش شنوا داره، با قدر خودمون علم و حکمت فهم و ذکاوت عقل داره. لیکن با خود بیاییم فکر و اندیشه کنیم که در دین چی خدمت کردیم، چند نفر هدایت کردیم، چند نفر نمازخوان کردیم، چند نفر کتابخوان کردیم، چند نفر قرآنخوان کردیم. کدام همسایه را به خاطر نماز 10 دقیقه خفیش صحبت کردیم، خبرمون در کار شود، پیشمون در کار شود، پولمون در کار شود، در همسایه را میکوبیم، همسایه فلان چیز را میخوابیم. لیکن یک بار به خاطر خدا کی در همسایه را زدیم که همسایه عزیز من بنده خدای، تو هم بنده خدای، تو هم امت پیغمبری، من هم امت پیغمبر، تو هم روز قیامت نزد خدا میریم، من هم روز قیامت نزد خدا میرم. آخر نماز بر گردن تو فرض است، روزه در گوش تو فرض است، پوشانیدن سطر عورت، سطر حجاب، پوشیدن پیشای برد محکم کردن دستات کرتای آسین درست پوشیدن در گردن تو فرض است. روز قیامت پرسیده میشوید چند بار گفتیم، چند بار نصیحت کردیم، روز قیامت به یادش آوردیم. برای گناههای خودمان فکر اندیشه نمیکنیم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از موضوع بیرون نشوید، این گوشت گرفتند و خوردند، بعد گفتند که و انا سید ولد آدم یوم القیامه، گفتند سروری فرزندان آدم، سردار گویم رئیس مردم در روز قیامت من پیغمبر هستم. ولا فخر علیه، من فخر نمیکنم، من کبر و غرور نمیکنم که در روز قیامت بزرگترین نفر من قرار دارم، برای افتخار نمیکنم. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم از حالتها و احوال روز قیامت قصه کردند. ولی روز ما پروای قیامت نداره، دروغ میگن پروای قیامت نداره، قرآن میخوریم پروای قیامت نداره، حرام میخوریم پروای قیامت نداره، روزه را میخوریم پروای قیامت نداره، در بنداد خواب میخوریم پروای قیامت نداره.